قمر بنی هاشم اومد به خیمه، فرمود آقا حر ابن ریاحی اومده اما پشیمون اومده. ببین چقدر کریم. فرمود غم مخور رو بر کریم آور، زود بخشم من تو را گرچه دیر آمدی، تا رسید به بالای سر هر، سر تو بلند کن هر. درگاه من درگاهی نیست که کسی سرشو پایین بندازه، سر تو بالا. عباس ابن علی فرمود عباس اینا مهمونم پذیرایی کن، اما فرمود هر آب تو خیمه ها نیست براتون. اینو من میخواستم بگم، روزم فقط اینه. هر چشماش پر عشق، فرمود آقا منو بخشیدی، فرمود انتهو تو حری به معنای غالی. گفت آقا میخوام خواهرتم منو ببخش. چرا خواهرم؟ گفت وقتی آقا شمشیر برات کشیدم دیدم یه دختر 3 ساله ای خودشون میچسبونه به دورن اکبرت گردن. وقتی هم که از اسب اومد پایین انداختن حر ابن ریاحی را از صدر زین، مایوسانه روشو به طرف خیمه کرد. آقا اگر اجازه و عنایت دهی آقا بالا سرم بیا. سید شهردار رسید، حالا دومنو ول نمی کن، عاشق میدونست کن. فرمود بخشیدمت. نه آقا یه چیز به من بده تا هر موقع خواهرت دیدم اینو نشون بدم بگم حسین منو بخشیده. یه دفعه دیدن حضرت شال از کمرش وا کرد، بس به سر هر